خب اشرایدر میریم سراغ چالش. من بشکن چیز گویی درست میکنه. سلام اشرایدر به چنل علی بود، خیلی خوش اومدید. امروز اومدیم با این کلیپ بالتر دیگه که قراره داخل این چالش من کر باشم، آیلین لال باشه و یه مهمون ویژه داریم به اسم نیلا جون. رفقای گل بریم سر بازی جان. نه دیگه الان خم شدم. من اینجا برام وایسم اینجوری کنم که چیزی دیگه برام خم شم. خب کوکاپتو خدا وکیلی کجا بودی تا الان؟ اما علی کر است. ایشون خاله آیلین یادته؟ خاله آیلین چیه؟ لاله. لاله من کرم. روش نشد بگی منم کور هستم. تو هم کوری. خب آیلین دستور پختو بلده. منم که بهتون میگم که آیلین داره چی میگه، چون آیلین لالی نمیتونه حرف بزنه. تو باید انجام میدی. اوکی؟ برای بچه‌ها یه بوس بفرست. خب بچه‌ها الان بازی شروع میشه. قرار من همون کره باشم و نیلا خانم کوره و آیلینم لاله. خدا رو شکر داخل این چالش لاله. بچه‌ها بریم سراغ بازی. تو اصلا نباید حرف بزنی. من اصلا نمیشنوم. بگو چیکار کنیم؟ تو نباید حرف بزنی دیگه. خب نه دیگه الان من بودم نیلو به هیچی نباید دست. آره نیلا دست من بهت میگم چیکار کنیم. بریم. تو دیگه اصلا لا. فقط من و تو باید حرف بزنیم. خب بچه‌ها میریم سراغ چالش. اصلا نمیشنم دارم دادم میزنم. خب اشرایدر میریم سراغ چالش. من بیا بالا. خب آقا داخل این چالش هم من کر بودم، آیلینم که لاله، نیلا خانم هم چیه؟ کوره. که قراره آیلین دستور بده به من که کرم که من به نیلا خانم بگم که اجرا کنه. بریم. شروع شد. وایسا من بهت بگم چیکار کن نیلا. من باید به تو بگم. چیه؟ اول تو دستور پختن شیرینی ها. اول چیکار کنیم؟ خب اول 3 تا تخم مرغ داریم، تخم مرغای خوشگل مامانی. نیلا چیکار کنه؟ تخم مرغ بعد بشکنه. تخم مرغ بنداز اینجا بشکنه. نیلا این تخم مرغ رو بگیر بشکن. پوستش کجا بندازه؟ پوستش بنداز اینجا. یا با اینو بریز اینجا بنداز. بشکن. بنداز اینجا. بیا جلو بنداز. خب دومی بشکن. خدا بگم چی کارت کنه. نزن تو سرت. یا خدا این رکوی کجا بود؟ خوبه وایسا. خب وایسا دستمال بباسش. وایسا به خدا قسم. وایسا اینجا برات میاره. وایسا. نه بیا اینجا. چرا اینجوری شکوندی؟ حالا باید چیکار کنم؟ آردو خب 3 پیمونه 3 قاشق. خب بریز اینجا هم بزنه. خب اوکیه. نه یکم دیگه پر کن. یکم دیگه پر کن آروم. نه این خیلیه. یکم خالی کن. تو دست نزن. نگاه کن. آره وایسا. نه اینجوری نه. بیا بریز. آره بریز اینجا. یه دونه دیگه. واری کلا آشپز خودمون. یه دونه دیگه. خب وایسا. اوکی. بریز. خوبه. اوکی. خب حالا هم یواش. من دیگه کور هستم. کل شکرها رو هم باید بریزه. شکرها کجا؟ بغلت اونجا سمت راست. نه این قاشق بزن داخل قابلمه. هم بزن. من شکر بریزم. بریز. من شکر رفتم بریزم. چیه؟ کم بریزم؟ همشو بریزم؟ کم. بیا نیلا یکم شکر بریز. نه یکم زیاد نریز. برو. خوبه. اوکی. بزن اینجا. الان باید چیکار کنه؟ خب آب بریزه روش. آب بریزه توش. خب نه آب چی اینجوریه؟ راست میگه اینجوریه. تو بلد نیستی آیلین. خب هم بزن. چیز دارین؟ وکیم پود؟ ها. وکیم پود چیه؟ ای خدا وکیم پود رو نداریم. کیک نمیشه الکی. کیک نی شیرینیه. هم بزن. خوبه. آرد بریزه باز. آرد بریز. 2 پیمونه دیگه بریز. 2 پیمونه دیگه از اون آرده بردا بریز داخل این. وایسا یواش. خب یکی اینم دومیش. خب حالا هم بزن. تون. باریکلا. یاد بگیری تو. آب کم بریز یا زیاد؟ آب جلوت برش دار بیا. این آبه. ولی کم بریزی داخلش. سنگینه. دو دستی بگیر. آره. دستی کم بریز داخلش.
این قاشق رو بذارین یه جای جون خدا. بریز وایسا خوبه بذار پایین بده من. خب ولی کلا آخرش هم نشون میدم این شیرینی چی میشه. خب هزار آرد بریز آبو من آب بخور. بذار آب بخور آقا. هم بزن. خب خوبه 3 قاشق آرد بریز. باری کلا بیا بالا. خیلی میریزه. یه دونه دیگه. آری کلا قشنگم بلده. هم بزن ببینم چیکار میکنی. چه چیز گویی درست میکنه. بابا بیا این بیا روی. خوبه هم بزن باری کلا هم بزن. هم بزن. خب الان باید چیکار کنیم؟ خوشمزه شده؟ آره؟ خوبه الان چیکار کنیم؟ شکر بریز. اینجاست آره درشو وا کن. زیاد نریز یا یواش بریز تا بهت بگم. خوبه بریز یکم بیشتر بریز. خوبه خب حالا هم بزن باری کلا. من خوشم میاد همزنه ها. خوشمزه است؟ به امو ولم کنین یه دستمو بشونم خدایی. خب میریم ادامه آشپزی با نیلا. قراره که امروز شیرینی درست کنه. بچه هنوز تنگه. اولین باره. نیلا باید یه قاشق دیگه آرد بریزی. یه قاشق دیگه. اوکی؟ این یه قاشق دیگه تمومه. اوکی؟ قشنگ هم بزن. تکنیک. بیارم؟ میارمش. نیلا مواظب باشیم که داره میریزه. آها قشنگ. خب اوکیه. بسه حالا بذار برم مایتابه بیارم. یکم دیگه آب لازم داره فکر کنم. نه نیلا دیگه آب ندید چون میخوایم چیز درست کنیم. منتم نصرت. خب بچه ها ادامه کار رو میریم بدون نیلا چون که مامانش اومد دنبالش بردش. چیکار کنم الان؟ تو درست میکنی دیگه. من بهت میگم تو درست میکنی. مگه نمیشنم چی میگه با من حرف میزنی؟ من لالم اشاره میکنم تو درست میکنی. من فهمیدم یه جایش. اوکی آینه روشن کنم. آره بندر کن. آشپزمون کن کرد. غذا که شور میشه غذای شیرین میشه یا تلخ میشه؟ غذا که شور میشه غذای شیرین میشه یا تلخ میشه؟ ببینیم علی چی کار میکنه. شلش خوبه ها؟ آره اوکیه. یکم زیادش کن. زیادش کنم؟ یه خورده صبر کن مایتابه با داغ شه. چی بشه؟ مایتابه با داغ بشه. تاب بدم؟ نه صبر کن مایتابه با داغ بشه. بیراز زمان لازم. آره Evet. خوبه. اوکی باشه اوکیه. yeter 2 دقیقه وایسا. 2 دقیقه؟ آره بچه 2 دقیقه وایسی. وایسه. اوه چه داغه. یک کم مایتابه رو صاف بذار. همشو میریزم؟ نه یک کمشو. یک کمشو میریزم؟ آره وایسا. اینجوری؟ قابلمه رو اینجوری بچرخون. قابلمه رو بچرخون. همشو میریزم اینجوری. اوکی یه دونه دیگه. همشو نریز. اوکیه. این چیه دیگه؟ خوشمزه میشه از اونایی که تو خیلی دوست داریه. میشه خودش درست میشه. چه قولی میخوره؟ با این رو بشه؟ باید یکم بپزه. بمون. به چه قلقلی میکنه. کردم. حاجی چی شمایی. درست کرده؟ الان حاجی اینجا هنوز درست نشده که. بذار اون روش کنم. نه باید درست شه. اون ورش باید درست شه بچه نشون بدیم. داره خوب میشه. چی؟ یکم صرف کن. چیه؟ نه بس درست شه. نه خودش بس درست شه. باید طلایی شه. پخت. نپخته. وای چه خوب میشه. حاجی تخم مرغ شد. آره چه خوب شد. به ببین. یکی از
ببین خوشمزه من- هاست که ما بهش میگیم کاکا. کلا عصرونه میخورن اینو با چای و اینا دیگه. خیلی خوشمزه بعد با درستش کدو کردم. هم درست میشه. خیلی چیز خوبیه. خیلی خوب. مواد لازم چی بود؟ تخم مرغ، خب شیر و شکر. تو شیر نداشتیم که نه اون. دیگه چون شیر نداشتیم دیگه با آب درست کردیم اون. آه. یه کوچولو نمک و زردچوبم باشه اوکی. ما نمک زردچوبه هم خود اگه نزدیم. فصل کدو هم تو زمستون باشه کدو هم بخوای بریزی که دیگه عالی میشه. فوق العاده است. آقا سوخت. خب ببینید این همه زحمت کشیدی. تهشو نشون بده. هول شدم. تهشو نشون بده. وایس او برای سوخت به خدا او برای سوخت. نه نسوخته خدایی. ببینمش. او برای سوخت. برش کردون؟ وای تعدیل شد. قشنگ خیلی آقا خوش. تعدیل شد. خیلی این چه کاری خوشگل آخه؟ شده اتفاقا. فرید چوبای وای. بهش میخواد خیلی خوشمزه. شبیه پنکیک شد. چه حال میده الان بشینی با چایی بخوری. فوق‌العاده عالی. خیلی چیز باحالیه. ما به این میگیم کاکا. خب شما چی بچه میگید؟ ببین من چی درست کردم. گشنه. به ببین فقط چاقو چنگالش نگاه کن. به بخواه تست کن ببینیم چجوری شده. به جای نیلا خالیه. بذار یکم بخورم ببینم چه مزه‌ایه. اوکی بخور. خوشمزه است. خیلی خوشمزه بود. نه خوشمزه شدم. خوشمزه شده پس چی؟ نیلا درست کرده. خوشمزه شده. من شنیده بودم میگفتن آشپز اگه دوتا باشه غذا یا شور میشه یا بی‌نمک. الان ما 3 تا بودیم. اوکیه؟ عالی بود. خیلی هم عالی. یه تست کنیم ببینیم چی شده. واقعا بچه خوشمزه شده. باحال شده واقعا. دلتون نخواد. اونقدر خوشمزه نشده ولی خوشمزه است. دلتون نخواد. عشقای دل مرسی که تا آخر کلیپو تماشا کردید. دوستتون داریم مرسی که انقدر زیاد. دوستمون دارید ما هم دوستتون داریم لایک و زیاد. سابسکرایب یادتون نره. کامنت هم بذارید. این چطوری سوخته؟ نه خیلی نسوخته. تحتیکش قشنگ طلایی شده. خب عشقای دل دوستون داریم. تا فردا نه پس فردا. خدا نگهدار. بدرود. خدافظ. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place.